سلام دوستا، خوش آمدید به اولین ویدیوی ما، اولین درس ما از بخش گرامر. امروز درس اول است و قرار است از بسیار تعداد بخش گرامر ما امروز آغاز کنیم. امروز قرار است اولین گرامر را که بخوانیم از زمان present continuous tense آغاز میکنیم، به خاطر که از نظر من یکی از گرامرهای است که باید هر کسی که زبان یاد میگیره باید اولین بخش زمان حال جاری را یاد بگیره. درست است، به خاطر که استفاده زیاد داره و یک چیز ساده تر است نسبت به دیگه زمان ها. خیلی این که زیاد وقت را ضایع نکنیم، بریم پیش بریم که این زمان بسیار به سادگی یاد بگیریم. دوستا یک سوال کردیم که سوال نوشته است که what is the present continuous tense یا what is present continuous tense، یعنی زمان حال جاری چی است. یک تعریف بسیار مختصر در اینجا به شما آوردیم، بسیار ساده است. یک definition، یک تعریف چه به شما میخوانم. گفته present continuous tense is an action، باش که اینجا قلم به شما بیارم که is an action happening right now. میگه یک کاری که امیالی درست است در حال انجام شدن باشه یا در حال یا در جریان باشه. درست است، ساده تر بگیم یعنی همین لحظه که ما گپ میزنم همین زمان ما میتونم از زمان حال جاری استفاده کنم بخاطر ساختن جملات. درست است، همین جملات را که امیال ما گفته رو استم همین خودش در زمان present continuous tense است. درست است. دوستا سلاید بعدی میریم. یک موضوع بسیار مهم است، تعریف چه فهمیدین نه؟ درست است، یک عملی که همون لحظه که خودت گپ میزنی یا همون لحظه که آل است در جریان است، همون لحظه یک عملی که دمون لحظه در جریان باشه. درست است، اینمی تعریف دقیق present continuous tense است. پیشتر میریم. یک استراکچر خاص داره دوستا. هر زمانی که در زبان انگلیسی است 12 تنس که است، هر کدامش از خود استراکچر خاص خود داره. مثلا مثال استراکچر از اینکه است subject plus to be plus verb ing. درست است. بیایید ببینیم که چی هستی. اول میریم طرف subjects. کسایی که subjects را میفهمن به نام فاعل است. فاعل چی کسی است؟ فاعل کسی است که یک کار انجام میده. به طور مثال اگر بگویم من هستم، درست است، اگر من یک کار انجام بدم، he او بچه، she او دختر، it برای بیجان برای حیوان ها استفاده میشه. درست است، اگر حیوان ها یک کار انجام بده، we ما، you شما، they آنها. درست است، تمامی اینا که هست کلشان چی است؟ subject است، یعنی فاعل است. یعنی در زبان انگلیسی ما 7 تا فاعل داریم. دیگه بریم طرف to be که to be چی است. درست است دوستا، to be یک موضوع بسیار بزرگ است که اگر کسایی که انگلیسی خوانده باشه میفهمه که هر قدر که پیش برین استفاده های بیشتر و بیشتری to be verb را شما میفهمین. درست است، اما اینجا بسیار به شما خلاصه میگیریم. to be verbs که است برای شما در این درس اینی سیدان است: am is are. درست است، خود am is are به معنای بودن است. درست است، اما یک موضوع است، باز پس که اومدم میگم که چرا در اینجا به معنای بودن معنا نمیده. درست است، verb ing چی است؟ verb plus ing به معنای ازی است که یک دانه فعل است. به طور مثال eat خوردن. درست است، در پالویش یک دانه ing که اضافه کنین اون را verb ing میشه. به طور مثال eating، walking.
sleeping raining working. درست است؟ پس استرکچر زمان آل جاری چه رقم است؟ subject تمام اینا subject است. to be am is are و verb ing تمام verb هایی که داخل خود ing میگیره. درست است؟ پیشتر گفتیم که اینی to be verb به معنای بودن است، اما در اینجا به معنای بودن نیست. اینجا معنای بودن نمیده. اینجا چی است؟ اینا فعل های کمکی یا auxiliary verbs است. درست است؟ فعل های کمکی رو شما فعلا دقیقش نشین، فقط هم خواب فهمین که structure اینمی زمان اینمی است. درست است؟ اگر اینمی رو پالو کنین شما یک جمله میتونین بسازین. و موضوع بعدی فعل های کمکی و فعل های چی رو بعدا میخوانیم تا بخاطر شما گیج نشین. درست است؟ این موضوع رو یاد گرفتین، استراکچرش رو یاد گرفتین. بریم در سلاید بعدی. خوب باشین، یک مثال اینجا مانده است پیش ما. درست است؟ اینجا نظر به استراکچر سعی کنین. از بین سابجکت ها یک سابجکت نام میاریم. اینجا آوردیم I. درست است؟ ایرا آوردیم. از بین to be verb یک را میاریم به خاطر که I یک موضوع دیگه اینجا باید یادآوری شم. درست است؟ دوستا اینی to be verb am کی است؟ همیشه امرای I استفاده میشه. to be verb is امرای اینی سه دانه استفاده میشه. ای she it. درست است؟ بدون از دیگه to be اگر دیگه سابجکت ها استفاده کنی، به طور مثال is ببری در پیش روی am استفاده کنی جمله غلط است. درست است؟ و to be verb are که است امرای اینی سه دانه subject استفاده میشه. we you they. درست است؟ اینالی ما examples که سه دانه اینجا آوردیم. به طور مثال اول subject آوردیم I، to be verb am و verb ing eating. I'm eating. ما فعلا در حال خوردن هستم. she از subject pronoun she استفاده کردیم اینجا. درست است؟ سعی کنین is آوردیم به خاطر که اینجا is مربوط به she میشه. she is sleeping. درست است؟ verb ing. و you رو پیدا کنیم از subject ها you ایجاست. درست است؟ و are ببینیم که you امره are استفاده شده. you are و یکی از verb های ing you are working. شما کار میکنین. she is sleeping. دختر خواب یعنی امیال خوابیده یعنی خواب است. درست است؟ خواب که است. I'm eating و من خورده رو استم. درست است؟ از استرکچرش شدیم تمام. حالا بریم یک موضوع بعدی را به شما بگویم. دوستا استرکچر که است معمول به طور معمول سه نوع داره. درست است؟ هر زمان از خود تقریبا به طور عموم بگویم هر زمان از خود سه دانه استرکچر داره که یکی استرکچر جملات پوزیتیو است یعنی جملات مثبت. دیگه استرکچر که داریم استرکچر جملات نگاتیو است، جملات منفی. و آخری هم استرکچر questions و یا استرکچر جملات پرسشی. درست است؟ اینا رو میریم سعی کنیم که هر کدام از یا استرکچر اینا چی رقم است و چی تفاوت ها و چی شباهت های به یک دیگه داره. درست است؟ از اولین استرکچری که پوزیتیو است شروع میکنیم. پیشتر دیگه خواندیم. درست است؟ همین پیشتر، همین اسلاید پیشتر گفتیم در استرکچر یک دونه سابجکت داریم. درست است؟ که ای she it I we you they همون چیزها بودن. درست است؟ یک دونه to be verb داریم که am is are و این نظر به سابجکت انتخاب کنیم که در کدام سابجکت برمیخوره. و verb ing تمامی فعل هایی که ing میگیره. درست است؟ این خواندیم، ساده است دیگه تکرار نمی کنیم. بیا که ببینیم که شکل منفی یا یک جمله منفی چه رقم ما بسازیم. درست است؟ اما قبل از او یک مثال درباره در جمله مثبت کار کنیم، باز پیش میریم. یک دونه مثال کار میکنیم. درست است؟ we are learning. we subject شد are to be شد learning verb ing. درست است؟ آره میریم طرف جملات منفی یا negative statements. بیاک ببینیم اول استرکچرش چی رقم است. درست است؟
همون استراکچر داره دوستا، همون استراکچری که در پوزیتیو است در نگاتیو هم است، اما یک تفاوت بسیار خرد است که اینجا به شما علقه کردیم. درست است؟ اینجا میبینین سابجکت است پلاس to be که MSR است پلاس not. یگانه چیزی که اینجا اضافه شده not است، یعنی وقتی که شما بین verb ing و to be verb امی لغت not را استفاده کنین، جمله شما چی میشه؟ منفی میشه. با طور مثال یک مثال کار میکنیم اینجا. سعی کنین اینجا جمله مثبتش است we are learning. اگر بخوایم منفی کنیم سعی کنین we are یک دانه not را بین to be و بین verb یا ing میندازیم، جمله ما میشه منفی. بسیار ساده. درست است؟ بیا که بریم طرف جملات سوالی که ایچ رقم است. اگر بگوییم که استراکچر جمله سوالی کاملا مثل جمله مثبت است اما با بسیار تغییر اندک، چه رقم؟ سعی کنین عطف بزنین که subject و to be verb جای خود تغییر داده. درست است؟ to be subject این طرف آمده و to be verbs داول رفته. ببینین متوجه میشین؟ ایره سعی کنین این قسمت از شکل جمله مثبت به شکل جمله سوالی سعی کنین اینقدر تغییر کرده. دیگه یک رقم از verb و ing یک داخلش یک question mark یا یک علامه سوالی است که شکل که سوال شما کاملا یعنی تکمیل شده. بریم یک مثال کار کنیم باز میفهمیم که موضوع از چی قرار است. درست است؟ سعی کنین اگر قبلا هم گفتیم که اگر بخوایم که جمله خود ما سوالی کنیم جمله ما سوالی باشه. درست است؟ سوالیه باشه، سوالی میشه، سوالیه میشه. اوکی. اگر بخوایم که سوال کنیم درست است؟ to be verb داور آوردین. درست است؟ to be verb they چی است؟ are. پس سوال ما چقدر میشه؟ are they verb ing eating are they eating are they eating آیا آنها نان میخورن؟ آیا آنها میخورن؟ این دو سوال دو جواب داره، یا که yes بله یا که no نه خیر. درست است؟ بیاید ببینیم دو جواب ببینیم. درست است؟ سعی کنین yes they do yes they do do ایج وقت از زیادتان نره دوستا داخلش میاد. درست است؟ اگر yes بود داخلش do، اگر no بود no they don't. درست است؟ no they don't نه خیر اونا نمیخورن، yes they do اونا میخورن. یک موضوع اضافه تر داره اما در اینجا یادآوری نمیکنم بخاطر که زیاد میشه و ایره فعلا پیش میریم. درست است؟ بخاطر که اگر زیاد بگویم باز به شما گنگ میشه موضوع. از موضوع استراکچر ها شدیم تمام. درست است؟ شما 3 استراکچر خواندین، شکل مثبت، شکل منفی و شکل سوالی همراه تمامی مثال های اونا. حالا بریم از شما یک امتحان میگیرم. همین چیزایی را که خواندین آیا یاد گرفتین یا نخیر؟ یک دفعه بریم در سلاید بعدی. اوکی. امتحان قسمی هست گفته translate the sentences، یعنی همین جملاتی که قرار است در پایین بیایه ایره شما چی کنین؟ معنا کنین. اوکی. ما یک کار میکنم، ما جملات میارم. درست است؟ زودی که در ترنسلیتش میارم، اما شما اگر در بین جملات اگر در وقتی که جملات آوردم اگر مشکل داشته باشین باز میتونین ویدیو را استاپ کنین و را ترجمه کنین بعد از ویدیو رو پلی کنین. درست است؟ اما ما از زود چی میکنم به خاطر که وقتی ویدیو قضیات نشه. اوکی. So let's start. او روی تخت خوابیده است. او روی تخت خوابیده است. این را شما به انگلیسی ترجمه کنین. ما ویدیو رو پیش میبرم اما شما ویدیو رو میتونین استاپ کنین و ترجمه کنین. او روی تخت خوابیده است. She is sleeping on the bed. She's sleeping on the bed. بسیار ساده. جواب شما می قسم بود یا نبود؟ بریم در جمله بعدی. باران نمیبارد. باران نمیبارد. ترجمه کنین. ما میرم ترجمه میکنم.
It is not raining. It is not raining. چطور بود؟ آیا پیدا کردین یا نخیر؟ بریم در آخرین جمله و شما باید رو ترجمه کنین. آیا شما در پارک قدم میزنید؟ درست است؟ یک جمله سوالی است. این ویدیو رو استاپ کنین، ترجمه کنین، پس بین مال ترجمهش میکشم. Are you walking in the park? آیا شما در پارک قدم میزنین؟ Are you walking in the park؟ چطور بود؟ آیا جملاتی که در اینجا بود تانستین به زبان انگلیسی ترجمه کنین؟ اگر نتانستین میتونین که ویدیو رو برین اثر ببینین تا مشکلتان حل شود. درست است؟ حالا پیش میریم که یگان موضوعات دیگه هم در موضوع امی زمان حال جاری است که از یادمون نره. خب میریم در contractions یا شکل کوتاه شده، یعنی بعضی از موضوعاتی که در زبان است دوستا بعضی وقت کوتاه میشه، یعنی چی میشه؟ خرد میشه. همین کسایی که زبان جور کرده همین رقم تشکیل داده و ما باید یاد بگیریم. به طور مثال بیشتر گفتیم که subject و to be verb باید بیاد structure. سعی کنین اگر ما بخوایم که اینی را خرد کنیم I am I'm میشه. درست است؟ You are your میشه. He is his میشه. She is she's میشه. It is its میشه. We are we're میشه. They are their میشه. درست است؟ یعنی اینی که از تمامی شکل اختصار شده اینی است و این معمولا در چیز زیاد استفاده میشه، در کل جای استفاده میشه، اما معمولا زیادی در بین مردم در روزای در حساب عامیانه زیاد استفاده میشه. درست است؟ اون زیاد نمیگه I am، بسیار ساده که میگه I am. به مثال دیگه یک موضوع از جملات منفی است که contraction چی رقم است یا شکل اختصاریش چی رقم است. درست است؟ به مثال ما گفتیم که he is not یک جمله منفی است. درست است؟ he is not اگه بخوایم که خرد کنیم he isn't. پس شما اگر دفعه بعدی اگه موضوع پیش نگوین که he isn't است شد، همین he isn't he is not است. درست؟ بعدا میریم we are not. درست است؟ ما نیستیم. اگر بخوایم که خرد کنیم we aren't. درست است؟ این اختصار شد. این هم تمامی موضوعی که مربوط به اختصاری بعضی از شکل ها بود. درست است؟ پیش میریم به خاطر که ویدیو ببخشید درسای ما پیشتر بره. درست است؟ در نظرم موضوعاتی که گفتیم زیاد تاکید نمیکنیم به خاطر خسته کن نشه. درست است؟ پیش میریم دوستان. موضوع بعدی یک موضوع بسیار مهم است. When do we use present continuous؟ همین زمان حال جاری را ما در کدام حالات استفاده میکنیم؟ از نظر من یکی از مهمترین بخشای کسی که گرامر را میخونه استفاده از رو بفهمه. درست است؟ دیگه موضوعاتش مهم است اما استفادهش بسیار مهم است. ای زمان present continuous استفاده زیاد داره. درست است؟ شاید 4 5 6 الی 7 دانه استفاده داره، اما 4 دانه ای که بسیار مهم است که زیاد امروزشون سر کار دارین، من 4 استفادهش به شما میگم. درست است؟ اولین استفاده the first usage یا کاربرد اولش چی است؟ درست است؟ کاربرد اولش action happening right now. بیشتر گفتیم. درست است؟ بیشتر در اول سلاید اول گفتیم که action happening right now یک کاری که امیال در اتفاق افتاده رایسته. امیالی این امی لحظه که خودت ویدیو دیده راستی استفاده اول از. بطور مثال میگه که ما امیال ویدیو تماشا دارم، میگه که I'm watching videos. یا امیال پشتر خود انداخته. درست است؟ موبایل دست است، میگه که I am laying down I am watching your videos، یعنی ویدیوی ما را سعی میکنه. درست است؟ اما لحظه ای که فعلا همین لحظه ای که ما گپ میزنم امیر زمان حال جاری میگه. درست است؟ استفاده اول یک چند مثال است را کار میکنیم. درست است سرش؟ for example چند دانه مثال هایی که اینجا داده اولش میخوانیم. I'm reading a book right now. امیال کتاب خوانده هستم. دوم she's cooking dinner now. و دختر امیال چی پخته کرده است؟ نان شب پخته کرده است. dinner.
They're playing football at the moment. همین لحظه فوتبال بازی کرده است. درست است؟ بطور مثال مادر دو بیادر است، یک بیادرش خانه است، دیگه بیادرش بطور مثال بیرون است. مادرش یک بیادرش میگه که هم بیادر کجاست؟ بیادرش میگه که بطور مثال My brother is playing football at the moment. یعنی همین لحظه فوتبال بازی کرده است. درست است؟ He's watching TV right now. همین لحظه تلویزیون زایی کرده است. We are studying English now. ما انگلیسی مطالعه کرده هستیم. در نظرم بس است استفاده اولش یاد گرفتین. امروز مثال ها بریم طرف استفاده دومش که چی است. دوستا استفاده دوم از زمان حال جاری چی گفتن؟ temporary actions، کارهای موقت. کارهای موقت هدف ما چی است؟ یک توضیح بسیار کوتاه در پایین دادیم به شما. Something is happening these days but not forever. چیزایی که دمی روزا اتفاق میفته اما او کارها همیشگی و دائمی نیست. درست است؟ چه رقم به طور مثال؟ یک دونه مثال اینجا به شما بیاریم، یک چند مثال باز به شما بسیار واضح میشه که هدف ما از این چی است که بعضی کارهایی که در روزا اتفاق میفته اما دائمی نیسته. صحیح کنیم؟ سه دونه مثال به شما آوردیم. I'm living in Kabul these days. درست است؟ به طور مثال یک نفر از خانهش مزار است. بهش نفر زنگ میزنیم یا کجاستی؟ میگه I'm living in Kabul these days. دمی روز ما در کابل زندگی میکنیم. یعنی به این معنا نیست که دائم در اونجا زندگی میکنه. درست است؟ به معنای عزیز که فعلا به شکل موقت اونجا زندگی داره. درست است؟ یعنی امکان داره لحظه پس بره در جای خود. دیگهش She's staying with her aunt. درست است؟ خانه خاله خود زندگی داره. خانه خاله خود مردم زندگی نمیکنه. درست است؟ یا خاله یا عمه آنت در هر دو صورت میشه. نفر خانه خود زندگی میکنه اما چی شده که خانه خاله خود رفته میمانی رفته کدام چیزی کار داره یک چند وقتی از باز میره پس طرف خانه خود. درست است؟ همچون خود گفته که she's staying with her aunt. سومی he's working in a restaurant this month. میگه او دمی ما در یک رستوران کار میکنه. درست است؟ یعنی کار دائمیش در رستوران نیست، فقط دمی ما رو کار میکنه. شاید پس بره، شاید باشه و کس نمیفهمه. درست است؟ مگه این چیز موقتی رو نشون میده. درست است؟ استفاده دوم یادتان نره. میریم دوستا در استفاده سوم که استفاده سوم چی است؟ استفاده سوم دوستا future arrangements یا برنامه های آینده. هدف از برنامه های آینده چی است؟ یک نوت بسیار کوچک در پایین به شما نوشته کردیم در اینجا I planned future event. I planned future event. یک رویداد برنامه ریزی شده در آینده. درست است؟ در آینده یک پلان خودت برنامه ریزی میکنی که باید همون کار انجام بدی. درست است؟ سعی کنین این زمان استفاده بسیار خوب داره. حتی اینی استفادهش که است استفاده زمان آینده رو داره. درست است؟ یعنی با این استفاده تو میتونی که همون رقم درباره آینده گپ بزنی. چه رقم؟ سعی کنین مثال را. مثال اول I'm meeting my friend tomorrow. من دوست خودم فردا ملاقات میکنم. سعی کو فعلا ملاقات نمیکنه، فردا ملاقات میکنه. یک پلان آینده است که بهش اسکیجول کرده، برش تقسیم اوقات بندی شده. درست است؟ دوم We are flying to Dubai next week. در دبی هفته بعدی چی داره؟ یک پرواز داره. درست است؟ فعلا نیست که طرف دبی هم روان باشه، یعنی پرواز داره هفته بعدی و خیر طرف دبی میره. She's visiting her parents on Friday. درست است؟ روز جمعه که است امیر دختر چی میکنه؟ به دیدن پدر و مادر خود میره. درست است؟ دیگه اگر ساده بگوییم استفاده سومی زمان حال جاری است که به خاطر آینده خود پلان گذاری کنی و اینی مثال هایش هم است. درست است؟ بریم دوستا یک استفاده دیگر هم داره که او را ببینیم و از بخش های یوزیز میشیم تمام. یوزیج 4 کاربرد چهارم. درست است؟ کاربرد
annoying repeated actions. چی رقم؟ کارهای تکراری آزاردهنده. چی رقم؟ درست است؟ یک نوته کوچک ماندیم اینجا، اما قبل از او به شما بگویم که وقتی که میخواستین از یک نفر شکایت کنین به خاطر که یک چیز بسیار انجام داده که شما رو بسیار اعصابتون خلقتون تنگ کرده، دیگه شما میتونین از امی زمان present continuous استفاده کنین، زمان حال جاری. به طور مثال چی رقم بگویم؟ به طور مثال صبحی خواب استی، همسایه صبحی وقت که میخزه چوب میده میکنه به طور مثال. درست است؟ امی هر صبح که چوب میده میکنه، اینه میره تو میتونی که چی بگویی؟ در زمان present continuous. چی رقم؟ بیاین که یک چند مثالایش کار کنیم و قبل از یک مثال رو بیاریم یادمانه رو دوستا. گفته که used with always, constantly or forever to show irritation. سعی کنین در زمان present continuous اگر میخواین که ما این نشان بدیم که ما آزرده شدیم، ما یک کار خوشمون آمده، درست است؟ شما از always استفاده کنین یا که constantly یا یکی forever. درست است؟ always همیشه، constantly معمولا یعنی زیادی وقت یک کار یک نفر انجام میده، یک چیز با ندرت نه یعنی معمولا انجام میشه. forever یعنی همیشه که یک نفر یک چیز یک کار انجام میده. درست است؟ میریم طرف مثالایش. example 3 آوردیم. he is always talking. همیشه گپ میزنه. حتما در داخل یک صنفی است که یک نفر میخواد که درس بخونه اما یک نفر در پشت دائم گپ میزنه، باز همین شکایت میکنه که he is always talking. همیشه گپ میزنه. دوم she is always losing her keys. امی دختر همیشه کلیای خدا گم میکنه. سعی کنید یک شکایت کرده. درست است؟ به خاطر یک دفعه نیست، دو دفعه نیست، یک چیزی که بارها و بارها تکرار شده و میتونه از این دختر همین نفر شکایت کرده که کلی خدا گم میکنه. چی کنم قد ازیمش. دیگه مثال سوم my brother is constantly making noise. امی بیادر ما امی یک دقیقه constantly بار درست است؟ constantly چندین مرتبه یا یک چیزی که چندین مرتبه بار. my brother is constantly making noise یعنی بیادر ما چندین مرتبه یا بارها چی میکنه؟ سرصدا میکنه. making noise یعنی سرصدا میکنه. سعی کنین استفاده چهارمشی بود که شما چی میکردین؟ وقتی که شکایت میکردین از یک کاری که بارها تکرار شده و برای شما خوشایند نیست. درست است؟ 4 استفاده زمان present continuous تمام شد. حالا میریم سر time expressions. یک چیز خیلی مهمه که در زمان present continuous استفاده میشه. درست است؟ در سلاید بعدی میریم. time expressions. درست است؟ اگر دوستا شما میخواین که واقعا در زمان present continuous جمله بسازین، شما باید این time expression ها رو یاد بگیرین. درست است؟ بسیار ساده است. به طور مثال now اینجا در مقابل چیزایش هست، معنایش هست، ما معنا نمیکنم. now, right now, at the moment, currently, today, these days, this week, this month, nowadays and tonight. و دیگه هم time expression ها هست. درسته؟ یک مثالش هست. با طور مثال یک مثال بگیم she is studying now. امیال چی کرده رئیس؟ درس خوانده رئیس. now در کجا استفاده کردیم؟ بعد از verb ing. یادتان نره. دیگهش we are having dinner at the moment. ببینین at the moment چی بوده اینجا معنایش؟ در امی لحظه. در امی لحظه ما نان شب خورده رئیستم. دیدین که تایم اکسپرشن ها به خاطر از استفاده میشه که تایم به شما نشان میده دوستان که یک کاری در کدام زمان صورت میگیره. درست است؟ میریم سلاید بعدی. یک امتحان است. یک امتحان بتین که آیا شما موضوعات را که خواندین یاد گرفتین یا خیر. چی گفته؟ translate the sentences. همین جملات شما چی کنین؟ ترجمه کنین. اما مسئله پیشتر باری ما ادامه میتون ویدیو را. شما هر دفعه که امو نوشته امو جملات آمد شما ویدیو را پاس کنین، ترجمه کنین، بعد از ویدیو رو پلی کنین. درست است؟ اما ما هم تو پیش میرم. 1 2 3 4 5 دوستا 5 جمله است. درست است؟ امیال شما ویدیو را پاس کنین. درست است؟ تمام اینا را ترجمه کنین، باز پس ویدیو رو پلی کنین. ما پیش میریم.
اولین جمله، من این روزها انگلیسی میخوانم. ببینیم که جمله از این چی میشه. I'm studying English these days. دوم، او این هفته روی یک پروژه جدید کار میکنه. ببینیم ترجمه‌شه. She's working on a new project this week. او، البته ما او میگیم، اما در زبان انگلیسی یا شما شی بگوین یا ای بگوین یا ات. درست است؟ دیگهش، آنها امین حالا یک فیلم تماشا میکنن. بریم ترجمه‌شو ببینیم. They're watching a movie right now. بعدی، او در حال حاضر رانندگی یاد میگیرد. She's learning how to drive currently. ببخشید، ما امشب با هم غذا میخوریم. و آخریشم we are having dinner together tonight. چطور بود دوستا؟ آیا جواب ها را پیدا تانستین؟ آیا تانستین که این جملات را ترجمه کنین یا در مشکل روبرو شدین؟ درست است؟ میتونین بعضی از جملات را شما در کامنت نوشته کنین. اگه چیزایی که به شما سخت خورده ما به شما ریپلای میدیم. موضوع بعدی دوستا spelling rules است. قوانین املایی برای کسایی که در بخش نوشتاری کار میکنه. درست است؟ خیلی مهم است. ما در این چند قانون داریم که باید به شما بگویم که از پیش ما مس نشه. قانون اول در زمان present continuous چی است؟ remove ای. میگه ای را remove کنیم. از کجا ریموف کنیم؟ میره حذف الفبای ای. یعنی ای الفبای ای را در کدام حالت ما ریموف کنیم. پیش بریم در جمله ببینیم. او بسیار به شما ساده میشه. درست است؟ سعی کنین. هر زمانی که در آخر یک دانه ورب شما الفبای ای در اوجا پیدا کردین و او را میخواستین که شکل آینجی ش نوشته کنین، شما چی کار کنین؟ ای را از اوجا حذف کنین و در جایش ورب اینجی اضافه کنین. سعی کنین. make ایش پس شده making. write ایش پس شده writing. drive driving. dance dancing. درست است؟ قانون اولش دوستا یادتان نره. بریم در قانون بعدیش. ارین اوکی، یک امتحان از دوستا به خاطری که متوجه شده باشین. درست است؟ گفته at ing if possible. اگه امکان داره دمی فعل ها ing اضافه کنین. درست است؟ شما ویدیو رو پاس کنین، ایرا چی کنین، ما پیش میریم. تکمیل کنین، باز ما پیش میریم. خب taking شده. درست است؟ ایش هست شده، verb ing گرفته. coming مشکل نداره. having مشکل نداره. یک مشکل داره اینجا. درست است؟ اما بعدا بگیم که چی گپ است اینجا. have چی موضوع داره؟ giving living moving. دوستا have که است یک مشکل داره که هم verb ing میگیره هم verb ing نمیگیره. چی رقم است؟ دو اصطلاح در زبان انگلیسی داریم که او را میگه به نام stative verbs و dynamic verbs. stative verbs فعل هایی است که چی میگیره؟ فعل های آلتی است. حالا را تشریح نمیکنم بخاطر که یک موضوع بعدی است. و dynamic verbs فعل هایی است که حرکت داره. درست است؟ این فقط به یاد بگیرین. اما فعلا اونقدر سر از این موضوع ما بحث نمی کنیم که ویدیوی ما طولانی میشه. میریم موضوع بعدی را. درست است؟ و have خودش یکی از چی است؟ stative verbs است. دیگرای اینا که است کلش چی است؟ از جمله dynamic verbs movement داره یا حرکت داره، اما have که است stative verb است، movement نداره. و have ما ing هم دادن میتونیم هم دادن نمیتونیم. اگر ing بتیم معنایش تغییر میکنه، اگر نتیم
دیگه در زمان present continuous tense استفاده نداره. درست است؟ پیش میریم. یک spelling rules for ing است که یک قانون دومش که باید را یاد بگیریم. یک قانون بسیار مهم است. درست است؟ گفته قانون دوم چی گفته؟ double the last consonant. درست است؟ double the last consonant میگه آخرین از لغتان آخرین الفبایی که است اگر او چی است بی صدا است چی رقم در کدام صورت باید او را چی کنین؟ دبل کنین. باز میگیم که دبل لیجه چی مانا. درست است؟ اگر در آخر یک فعل شما این رقم یک موضوع باشه که یک دانه short vowel sound باشه جمع consonant words باشه. درست است؟ جمع consonant words چی رقم باشه؟ یک ساده بگویم. باشین یه مثال بریم به شما معلوم شود این رقم. درست است؟ سعی کنین گفته هر زمانی که در آخرین یک لغت انتخاب کنیم به مثال run. درست است؟ گفته که وقتی که پیش از طرف آخر اگه بگیریم این قسمت کانسوننت است، یک حروفی بی صدا است. درست است؟ در اینجا یک حروفی بی صدا باشه و پیش روش یک دانه شورت واول ساوند باشه، یک واول ساوندی که صدای کوتاه داره. حالی واول ساوند ها که بسیار چیزای مهم است. درست است؟ و بسیار چیزای سخت هم است. در این درس را بحث نمی کنیم. یک درس کاملا جداست و یک موضوع کمی پیچیده است. درست است؟ گفته که هر زمانی که داخل یک ورب یک دانه الفبای بی صدا بیه و پیش رویش یک دانه واول که صدای کوتاه داره. درست است؟ بیایه شما اینه چی میکنین؟ دبل میکنین. چه رقم؟ run تبدیل به چی میشه؟ running. sit سعی کنین sit یک دانه در طرف آخرش تی کانسوننت است، یک حرفی بی صدا است. درست است؟ در اینجا آی یک حرف که یک واول است که صدایش کوتاه است، پالو دا پالو اومده چی میشه؟ sitting. تی دبل شده swim. ام دبل شده swimming. begin beginning. درست است؟ شما فعلا این موضوع را زیاد چی نکنید، کمک یک چند موضوع دیگه هم داره، مگم فعلا شما فوکس تانمی باشه که هر زمانی که پیش از حروف بی صدا یک دونه شورت واول ساوند بیاید. درست است؟ او حرفی که پیش رویش است به مثال n یا t یا m یا n دبل میشه در بخش ing فرمش. درست است؟ پیش میریم به خاطر اینکه موضوع کمی مغلق است، اگر قدر که پیش بریم باز به شما مغلق تر نشه. موضوع بعدی اوکی، یک امتحان است. درست است که از شما میگیرم به خاطر که یک موضوع ایجاد داره که باز به شما کمی واضح تر شده. میگه اینمی تمامی وربایی که هست شما ایره چی کنین؟ add ing if possible. اگر امکان داره به این ing اضافه کنین. ویدیو رو پاس کنین. درست است؟ شما ing استفاده کنین، نوشته کنین هر کاری که میکنین. درست است؟ چون که شکل نوشتاریش است. اما ما پیش منو. درست است؟ run سعی کنین double n خورد running. sit sitting. swim swimming. begin beginning سعی کنین این دبل شد. اما یک موضوعی که جدید اینجا با شما میگه سعی کنین read reading دی دبل نشد. open opening این دبل نشد. visit visiting تی دبل نشد. look looking km دبل نشد. درست است؟ یعنی دو نشد. حالا میبینیم دلیلش چرا. درست است؟ چرا این کار شده یا چرا دبل نشده. سه موضوع داره. درست است؟ درست است دوستا. اما من میگم که این موضوع را ما اینجا اشاره نمی کنیم به خاطر که بازم گیج میشین. درست است؟ شما به خاطر در بخش ابتدایی هستین. کسایی که زبان پیشرفته، کسایی که زبان خوانده میتونه ایرا بخونه خودشان. درست است؟ اینجا در اسکرین است. اما کسایی که تازه است ما
این موضوع را هیچ مورد بحث نمیگیریم. باز موضوعات بعدی که شد بخیر کم میایم سر این موضوعات. پیش بریم. قانون سوم اسپلینگ چی است؟ words ending in IE. دوستا تمامی لغت ها یا تمامی افعالی که با IE ختم شود شما چی کار میکنین؟ IE را از میکنین با جایش Y را نوشته میکنین. چی رقم؟ مثال ها را میاریم. به طور مثال lie درست است؟ lie دروغ گفتن. IE پس میشه جایش Y اضافه میشه ING اضافه میشه lying. die مردن IE را پس میکنیم به جایش Y میاریم dying. tie بسته کردن یک چیز گره میزنین درست است؟ مثل بندی بوده tie IE پس میشه tying درست است؟ تمام. بریم به تقریبا آخرین موضوع سلاید ما که پیشتر اگه اشاره کردیم او بود stative verbs یا فعل هایی که آلتی هستند. او قدر سر از دیپ فوکس نمیکنیم. فقط یک موضوع خردتر اگه به شما میگم که شما بفهمین که ارتباط ازی و زمان حال جاری در چی است. درست است؟ خب stative verbs یا فعل های آلتی گفته some verbs are not normally used in the present continuous because they describe states rather than actions. دوستا پیشتر ما گفتیم که یکی از استفاده present continuous ای بود که کارهایی که فعلا در حال جریان باشه استفاده کنیم، اما stative verb ها ایرا با ما ای کار اجازه نمیده. درست است؟ با همون خاطر ما stative verbs هایی که در اینجا ظاهر میشه ایرا در زمان present continuous tense استفاده نمی کنیم با خاطر بیان کردن هدف خود. چی رقم؟ با طور مثال اگر تو مثال با شما اینجا واضح بیارم اینجا با شما واضح میشه. اگر شما بگین که I'm knowing the answer، امیال میگم من جواب امیال میفهمم. درست است؟ در زبان دری درست میه، اما در زبان انگلیسی امی کاملا اشتباه است. I'm knowing the answer کاملا اشتباه است. این جمله را باید شما از زمان حال ساده بگوییم. I know the answer. درست است؟ not I'm knowing the answer غلط است. مثال دوم she is liking coffee. امی دختر میگه امی قهوه را خورده رئیس خوش کرده رئیس. در زبان دری جور میه، اما در زبان انگلیسی جور نمیه به خاطر که یک چیز بیمانا میه. she is liking coffee. درست است؟ یک چیزی یک دقیقه بیمانا نمیه، معنای جمله تغییر میکنه. درست است؟ این موضوع بعدی است، اما فعلا سر از این موضوع فوکس نمی کنیم که موضوع برتان گیج نشه. فقط هم میگیم که اگر ING بگیرم، اگر stative verbs ها اینی verb ها درست است؟ know, believe, understand, like, love, hate, want, need یا اینی verb های بعدیش اگر ING هم بگیره امکان داره که معنای خود تغییر بده. درست است؟ دوستا فکر کنم که درس امروز ما کافی است. درست است؟ درس امروز ما در رابطه با زمان حال جاری بود. تمامی موضوعاتی که یک نفری که بخواد از شک از ابتدا بخواد بخونه بیان کردیم. اگر شما کدام سوال کدام موضوعی که میخواین بیان کنم یا کدام سوال دارین میتونین در کامنت نوشته کنین. بدون از او خدا یار و یاور شما. انشالله در ویدیوی بعدی میبینیم. خداحافظ.